السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. اخواني اخواتي، كالعاده يرجى دعم بلايك ونشر حتى يصل الى اكثر عدد من الناس ان شاء الله بهذا الفيديو من قصص الاخوه الذين استبصروا لنور محمد وآل محمد. سانقل كلمه. اخواني تفاعلوا مع المقطع وانظروا وانتظروا بعد هذه المقدمه كلام الشيخ او السيد سلمان الذي كان وهابيا ماذا قال وكيف ناقش الموضوع. اقتل 7 من الشيعة ولك الجنة ولك حور العين، وستكون من رفقاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وسيكون لك قصرا في الجنة، وستكون لك أنهار، وستكون لك عبيد، وستكون لك يعني بصورة أو بأخرى اقتل شيعي والجنة مضمونة. هذا الكلام ليس فقط أتكلم للإعلام، إنما هي مسألة حقيقة، مسألة وجود. يجب علينا أخواني أخواتي أن نكثف العمل الإعلامي وأن ننشر ما نستطيع نشره لمقارعة الفكر الوهابي، الفكر الذي يدعو إلى تكفير وتهجير الطرف الآخر بل قتله. بل اقتل 7 ولك الجنة. باختصار شديد، ناقش طفل شيعي أراد أن يحول أيضا وهابي، أي الشيخ أو السيد سلمان ناقش هذا الطفل الشيعي يريد أن يحول، أعطاه تقريبا 60 أو 70 كتاب. الطفل الشيعي لم يقتنع، بل دعا إلى حضور الحسينية مقتل الإمام الحسين عليه السلام. لنستمع إلى تمام الكلام، لكن فقط ملاحظة مهمة بخصوص الموسيقى. أنا ما خليت الموسيقى، إنما الموسيقى كانت موجودة بالمقطع الأصلي للقناة الإيرانية، وأعتقد لديهم مرجع يرجعون إليه بهذا التفصيل. نستمع ونعقب وخليكم الفيديو. ما 3 شب برنامه رفتیم، یک شب رکورد کل برنامه ما شکسته شد به حضور این آقا. داستان رو یه خطی یه دقیقه‌ای میگم چون خودش بگه طولانی میشه. قربونتون برم آقا جلالی. سلمان وهابی بوده، بعد مولوی وهابی بوده، یعنی دیگه خودتون در نظر بگیرید. تا حالا چند نفر رو از اهل تسنن وهابی کرده بود؟ یه سلام بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نزدیک 500 نفر تا 1000 نفر 500 نفر تا 1000 نفر رو وهابی کرده. وهابی که قتل شیعه رو مجاهد، شیعه رو هم جواز میده، هم ناموس شیعه رو هم مال شیعه رو، هم ناموس هم ما. خیلی حرفه ها. ببینید وهابی ها کجای کارن. چند تا شیعه بکشی میری بهشت؟ اصلا خدمت شما که 7 تا شیعه، 7 تا شیعه رو بکشن. یعنی ببینید چجوری ذهنشون رو شستشو میدن که آقا 7 تا شیعه بکش بدون سوال جواب، برو در جوار پیغمبر تو بهشت. من نمیدونم چه منطقیه. این آقا وهابی بوده. حالا گوش کنید داستان رو. من یه خطی بگم چون حرفم با سلمان امروز یه چیز دیگه ایه. داستان زندگیش رو یه بار گفتیم و مدال طلا هم بهت دادن دیگه، قهرمان شدی. ابی پر بیننده تا این برنامه شما بود. سلمان وهابی بوده، رو مخ یه بچه شیعه کار میکنه که بلکه اینم سنی و وهابی کنه. خب جالبه، میگه حدود 60 تا کتاب به بچه شیعه دادم، هیچ تأثیری توش اتفاق نیفتاد. یه روزی بچه شیعه اومد به من گفت تو 60 تا کتاب به ما دادی، ما یه خواسته از تو داریم. گفتم چیه؟ گفت ما یه مجلسی برای حسین داریم، یه شب پاشو بیا تو مجلس ما. میگه محرم شروع شد، من یک روز هی بهانه آوردم، مراسم عقب انداختم تا شد شب عاشورا، دیدم دیگه نمیشه، دیگه قول بهش دادم. میگه با هم رفتیم تو مجلس امام حسین. میگه من نشستم، حالا با اون هیبت به حال مولوی وهابی که یه عمامه‌های خاصی دارن، میگفت نشستم، تسبیح هم دستم بود، استغفار میکردم که خدایا منو ببخش اومدم تو این مجلس. دیدم سخنران داره میگه مردم کدوماتون میتونید بابت دین و خدا از جانتون که هیچ، از ناموستون بگذارید، خواهرتون تو این راه سیلی بخوره، بچه 3 سالتون کشته بشه. بعد دیدم داره میگه حسین این کار رو کرد. میگه من تو ذهن خودم گفتم عجب، این حسین ابن علی عجب آدمی بوده. جالبه، میگه وقتی به خودم اومدم دیدم از لای ریش بلند یه مولوی وهابی داره اشک جاری میشه برای قربت و مظلومیت حسین. یه شبش عاشورا یه مجلس حسین این رو شیعه میکنه. باباش بهش میگه که متوجه میشه، دارم خیلی داستان رو خلاصه میگم، پدر متوجه میشه سلمان شیعه شده. بهش میگه سلمان ماکسیما برات میخرم، خونه برات میخرم، این حرفا رو نزن. سلمان شیطان پرست بشو ولی شیعه نشو. میگه گفتم نه بابا، من راهمو انتخاب کردم.
همه اتفاقی که زندگی این مرد رو قشنگ کرد این بود که یه روزی دیدم کل حسابای مالیمو خالی کردن، دیگه من شیعه شده بودم، هر چی هم زیر پام بود ماشینمو گرفتن، زندگیم رو گرفتن. یه رو به زنم گفتم بریم، من باید برم علومیه کار کنم، ببینم این خاطره‌ای که میگم فکرتون کجا میره. دیگه در خونه رو باز کردم، خانومم دنبالم اومد، گفت حالا داری میری؟ من تو دم کوچه دنبالت بیام. اومدم دیدم که پدرم با 10-15 نفر جلومو گرفتن. کجا میری؟ گوش کنید، وقتی جلوتو گرفتن چی بهشون گفتی؟ گفتم بهشون، گفتم شما هم سر راه میگی مثل اجدادتون. شما هم سر راه میگیرید مثل اجدادتون. شما هم سر راه میگیرید. میگه دیدم پدرم گفت از راه بر نمیگردی. گفتم نه. بعد چیکار کرد سلمان؟ بعد عرض کنم خدمت شما با چوب زد تو سر من، افتادم. بعد دیگه نفهمیدم چی شد، بیهوش شدم. چاقو آوردم زدم به گردنم که گردنم قصه به بردن که نبرید. بعد 2-3 بار عرض کنم خدمت شما که زد رگ دستش اینجا نبرد، آخرش چاقو تیزتر آوردن که زدم به اینجا و رگ دستم بریدن. وقتی بیهوش اومدم گفتن که زنت هم اومده وسط. عرض کنم خدمت شما که زدنش به بچه‌اش سر شده. بچه خانومشون. ببین خانوم باردار میاد که آقا چرا شوهرمو دارید میزنید؟ میزنن خانومش هم اونجا بچه‌ش از بین میره. ما کجا اون کجایی که دید آقا؟ ها چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. میگم ما کجا اون کسی که دید؟ آخه ما که بیهوش بودیم، ما که ندیدیم، ما که زنمون حضرت فاطمه زهرا نبود. ما کجا اون کجا؟ ما خیلی فرق داره با اون. ولی هر چی ما لکنت داریم، هر چی ما چیزایی به خاطر همون این لکنت زبانی که داره بالا همون کتکی که باباش و اطرافیانش خورد. حرفم اینه که این اتفاق میفته. به خدا اصلا وقتی داستان زندگیش تعریف کرد من همون شب فهمیدم برنامه اتفاق میافتاد. 70 شب و روز تو مسجد جمکران رو کارتون خوابید با خانومش. حرف جالب زندگیش اینه، خانومش وقتی میره دکتر میگن بابت اون ضربه‌ای که به این خانوم خورده دیگه این خانوم بچه دار نمیشه. خب میگه روزی دست به دامان حضرت زهرا شدم، خیلی گریه کردم که خانوم همه این بدبختی‌های ما سر ولایت شوهر شما بود، ما بچه میخوایم. بعد دیدم که آثار وضع هم هست. 15 روز، درسته 15 روز به زایمان میگن یه عکس سه‌بعدی از رحم میگیرن میبرن پیش خانم دکتر نگاه میکنه، میگه این بچه 700 گرمه، به دنیا هم بیاد مرده به دنیا میاد. میگه شب اومدیم خونه خانومم قرص خواب خورد رفت خوابید، منم نشستم به قربت علی گریه کردم. بعد دیدم که خانومم یه لحظه دوید بیرون. گفتم چی شده؟ گفت سلمان یه خانوم اومد تو خواب من رو بغل کرد، گفت دخترم منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من اسمم فاطمه دختر پیامبره، بچت رو ما حفظ میکنیم، این بچه برای ماست. وقتی بچه به دنیا آمد چند کیلو؟ وقتی به دنیا آمد از کنم خدمت شما 2 کیلو 800 گرم بود. 2 کیلو 800 گرم. 15 روز به زایمان 700 گرم. موقع به دنیا آمدن 2 کیلو 700 گرم. انقدر این بچه زیباست. به اسمش هم فاطمه گذاشتیم به خاطر همون روایتی که داره که اگه اسمش فاطمه گذاشتید هیچ وقت عرض کنم خدمت شما که نه بزنید، نه داد بزنید سرش. وقتی فاطمه بود خیلی داد زدن سرش، خیلی زدنش. یه جا شما یه جا به فاطمه تو هیچی نگید. اینه و به حق اون اشکایی که رو صورتت هست برای شیعه مرتضی علی دعا کن، چون تو فرق میکنی با ما. من بارها گفتم ما تو تشیع امیرالمومنین یه چک هم تو گوشمون نخورده، یه نفر داد سرمون نزده. آقای فرزاد خیلی حرف عجیبی زد، میگفت رفتم تو هیئت رزمندگان، رزمنده همه نشسته بودن، سلمان آورده بودن هیئت رزمندگان. آقای فرزاد میگفت همه رزمنده نشسته بودن، میگفت در منم گفتم که شما اول برای ناموستون رفتید، بعد برای مملکتتون رفتید. اگه تیر و ترکشی هم تو بدنتون هست برای ناموستونه، برای مملکتتونه، برای دینتونه. اما این اگه کتک خورد برای ولایت علی کتک خورد. این اگه مادرش به هر حال مادر بچه‌هاش رو زدن به خاطر ولایت علی زدن. این با شما خیلی فرق می‌کنه. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. فقط اكرر الملاحظه اللي بينتها بمقدمه الفيديو ان الموسيقى مو انا اللي خليت هذه الموسيقى كانت بالفيديو الاصلي، واعتقد مثل ما قلت هذه القناه قناه ايرانيه، بالتاكيد ترجع الى مرجع من مراجع الشيعه، يعني يجيز هذا الصوت مثلا
أو هذا القدر من صوت الموسيقى. فقط كملاحظة أو كتعقيب عفوا نهائي، يقول هذا يعني تصوروا اخواني اخواتي، تصوروا يعني كيفية او كم لقضية الامام الحسين عليه السلام تأثير. وهذه المفردة راح اعيدها تقريبا بكل فيديو يعني يخص هذا الموضوع او يكون قريب على هذا الموضوع. السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ تريد ان تؤثر بالناس، عليك بنقطتين مهمتين بشكل جدا 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 استثنائي، يعني اهتم بهم. النقطة الأولى قضية السيدة الزهراء عليه السلام، النقطة الثانية قضية الإمام الحسين. الرابط بهذا الموضوع قضية الإمام الحسين، حاول أن يهدي هذا الطفل، طفل شيعي يعطي 60 كتاب 70، تعال تحول إلى وهابي وأيضا اقتل 7 وادخل الجنة، وإذا بمجلس واحد يتحول بهذا الشخص إلى نور محمد وآل محمد.